صبح یعنی پرواز، قد کشیدن در باد. چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟ گام اگر برداریم روشنی نزدیک است. صبح یعنی وسط قصه تردید شما کسی از در برسد نور تعارف کند. به نام خداوند بخشنده عاشق مهربان، خدای گل و زندگی و گندم، همان خدایی که زیباست، زیبا خلق می کند و زیبا دوست می دارد. مردم سلام، اینجا رادیو صبحانه است. به همین سادگی صبح شما بخیر. امروز شنبه برابر با اول آذر ماه 1404 اینجا ایران تهران استودیو گندم. صدایی که میشنوید رادیو صبحانه است که از طریق radiosobhane.com تقدیم به حضور سبز شما خوبان میشه. خوبان همراه در گوشه گوشه دنیا سلام، خوش اومدید به 246مین روز از سال، به صفرش 10/1 تا پایان سال 119 روز دیگر باقی است. مخلص شما کاوه رحیمی هستم و با قلبی پر از شوق و امید اعلام میکنم تا کمتر از 4 روز دیگه پدر پسری کوچک خواهم بود. بنابراین صبح امروزتون با حال خوب عالی جناب کاویان رحیمی صادق علی برکت الله. به 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 یا ایزد منان. سلام علیکم رفقا. همین اول برنامه عذرخواهی کنم بابت صدای گرفته، سرما خوردم، نافرم، ببخشید. صبحتون بخیر، خوبین، خوشین، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. خوش اومدین به اولین روز از باقی عمرتون. همین اول برنامه که مطلع شدین دارم پدر میشم و خداوند منان به من و نویسنده خوب برنامه سرکار خانم رحیمی داخل پرانتز موسوی پسر کوچولو قرار هدیه بده. یعنی 4 آذر ماه کاویان دنیا میاد و قطعاً با اومدنش دنیا رو برای من و مادرش قشنگتر از اینم میکنه. بنابراین اول آذر تولد همه آذرماهی ها رو هم تبریک میگم و یه جمله به کاویان میگم: پسر قشنگ و باهوش من، تولدت مبارک. انشاءالله که جشن میلادت نزول خجسته بارند. سلام عرض میکنم خدمت رفقایی که از طریق صفحه اینستاگرام بنده شنونده و بیننده رادیو صبحانه هستن. خیلی خیلی مخلصیم. در بستی یه دونه لینکی اینجا هست، اگه بهش اشاره بفرمایید سریعا رادیو صبحانه امروز کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ممنون میشم شیر بفرمایید، اشتراک گذاری کنید، برای رفقا بفرستین، دور هم یه حالی بکنیم ما هم دیگه. عرض ادب و احترام خدمت رفقای کف توییتر. حالتون چطور، خوبین، سلامتین؟ یه دونه لینک هم همراه این پسته هست که اگه شما اشاره بفرمایید کامل رادیو صبحانه رو هم خواهید دید هم خواهید شنید. یعنی 2 تا لینک هست قاعدتا، یه دونه لینک نیست، 2 تا لینکه که اگه اشاره کنید کامل رادیو صبحانه امروز رو دارید. این از این. مزید اطلاع عرض کنم که دارایی من و تیم همراه هم همین ریتوییت هایی که میفرمایید، بنابراین دریغ نفرمایید و ریتوییت مزید امتنان است. خیلی خب، بریم سراغ دوستانی که از طریق اپلیکیشن های پادگیر یا همون پخش کننده های پادکست و ایزن یوتیوب همراه ما هستن. خیلی خیلی مخلصیم. بیننده و شنونده رادیو صبحانه هستین، دست گلتون هم درد نکنه. ممنون میشم به اشتراک بگذارین، برای رفقا بفرستین. این کانال ما هم در یوتیوب، در شنوتو، در آپارات، در این پلتفرم هایی که داره در حقیقت پادکست و ویدیوکست پخش میکنه دنبال بفرمایید. جایزه میدیم اونایی که دارید دنبال میفرمایید. همه برنامه ها من یه سرمشق دارم برای تمرین خوب بودن. اول به خودم سرمشق میدم، بعد حالا شما مگه دوست داشتین رعایتش میکنین. اگه اون سرمشق برای تمرین خوب بودن زبونم هم میگیره، تمرین خوب بودن امروز رو کامنت بفرمایید در همه اپلیکیشن ها، به شما یک کد اشتراک رایگان شنوتو میدیم. شنوتو چیه؟ یه پلتفرمیه که توش کتاب صوتی هست، موسیقی زیاد،
پادکست فت و فراوون، یعنی با نصب شنوتو و کامنت گذاشتن در حقیقت در پست امروز، یعنی سرمشق امروز برای تمرین خوب بودن و کامنت کنین جایزه میگیرین. مدیران شنوتو به من 5 تا در حقیقت کد اشتراک رایگان 1 ساله دادن که یکیش هفته پیش قرعه کشی شد، یکیش هم این هفته قرعه کشی میشه، میمونه 4 تا دیگه 4 تا دیگه میمونه. امیدوارم که برنده یکی از شما خوبان باشه که قطعاً هم هست. بریم سراغ برنامه امروزمون و گفتنی‌ها رو گفتم دیگه. آره، سینا جهانی میخواد بیاد روی خط و خبرها رو با هم بررسی کنیم. یه موضوع خیلی جذاب شنونده باشید تا پایان. یه کتاب خوبم امروز معرفی میکنم، همراه باشین. اتاق فرمان نوبتی هم باشه، نوبت شماست. با هر آنچه که صلاح میدونید برو که بریم. من به تو فکر میکنم هر روز هفته را، از تو خواهش میکنم از پیش من نرو. دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه، این صدای قلبمه که داره آهنگ میزنه. وای اون خندیدنت، یهو رنگیدنت، بوی عطر پیرهنت، هر روز تو رو دیدنت دیوونه تر میکنه منو، وابسته تر میکنه منو، رویای من. تو مال منی، قلبمو میبری، بگو تا کی کجا دلو میخوای ببری. تو مال منی، قلبمو میبری، بگو تا کی کجا دلو میخوای ببری. خب ارتباطمون برقراره با سینا جهانی. سلام علیکم جهانی، حفظ الله. یا علی بفرمایید. و علیکم السلام. خیلی مخلصیم انشالله که سلامت. من حالم خوبه. گذاشته باشید. من حالم خوبه این هفته. مشخصه. حالا تو برنامه‌ام گفتم چرا حالم خوبه. قربونت برم. چه خبر؟ کجایی؟ چیکارا میکنی؟ این کجایی خیلی جمله بدیه، نه مثلا فضولیه یه جوری. نه من الان خونه هستم و در بیابی دارم به سر میبرم، آبمون قطعه. اشکال نداره، آب بس میشه. سینا موافقی یه برنامه تصویری بیای روی خط، تصویری با هم دیگه یه ارتباطی بگیریم؟ موافقی؟ حتما. آره خیلی خوب. از مثلا همینجوری یه دفعه نشون بدی آب قطع آقا، ببینین همین آب قطعی آب همین الان یهویی. خب بریم ببینیم چه خبر. قطع میکنن واقعا، یهویی قطع میکنن. کلا اینجا همینجوری غافلگیریه، میدونی برای غافلگیریه. درست گفتم جهانی؟ احتمالاً، ولی ما خوشحال میشیم که یه سامانه طراحی بکنم به اسم سامانه آب من، مثل برق من، که حداقل خبر بدم. خیلی خوب. حالا شما بگو ببینیم چه خبر بود تو این هفته که گذشت. آقا هفته تقریبا هفته که کم خبری بود، ولی کیفیت اخبار ماشاءالله خیلی بالا بود. بله. اخباری بود که خیلی وایرال شدن و اینا. یه خبری که یعنی در واقع یک پدیده‌ای که توی هفته گذشته خیلی توی شبکه‌های اجتماعی در موردش حرف زدن، کاوه یه انتصاب جنجالی توی دولت بود. آقای پزشکیان یک معاون جدید برای خودش منصوب کرده به معاونت سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی انرژی. این سازمان قبلا وجود داشته ولی خب یه مدتی دیگه در واقع منحل شده و دوباره مثل که امسال میخوان فعالیت رو شروع بکنن. اینش زیاد مهم نیست، مهمتر کسیه که قرار سکان این سازمان رو به دست بگیره، آقای اسماعیل سقاب اصفهانی. بله. خیلی آدم پرحاشیه‌ای شده. این حکمم به خاطر اینکه آدم پرحاشیه‌ای هست ایشون، حکم پرحاشیه‌ای به طرف شده. میگن که ایشون اصلا تحصیلات مرتبط احتمالاً نداره. یه حرف حادثی در مورد مدرک تحصیلیش، آخرین مدرک تحصیلیش هست. چند روز پیش اومد توی حیات دولت بچه‌های خبرنگار رفتن سراغش، ازش پرسیدن که آقا شما بالاخره مدرک چیه؟ بهت میگن دکتر. تو آقا لطفا ما رو دکتر صدا نکنید، ما دانشجوی دکتری هستیم. خودش گفته دیگه. خیلی عالی. آره جالبتر اینجا که بعداً اومدن گفتن آقا اصلا شما اگر دانشجوی دکتری باشی قانونا نمیتونن برات حکم بزنن، باید اول رسالت رو بدی بره، همه چی تموم بشه، دکترات رو بگیری و بعد
حکم دولتی هر شما یعنی هر حکم سینا من اینو متوجه نشدم، یعنی الان هر کسی بخواد معاون رئیس جمهور در هر زمینه‌ای باشه باید دکتر باشه حتما؟ نه که دکتر باشه، ولی چون مقطع دکتری یک مقطع دانشجویی تمام وقت حساب میشه. شما نمیتونی یک پست تمام وقت رو داشته باشی در کنارش. یعنی در حقیقت منع قانونی داره اگر ایشون دکتر نیست، با توجه به که باید تمام وقت بره سر کلاساشو به قولی گفتنی کاراشو انجام بده، نمیتونه تمام وقت در اختیار دولت باشه. با هم تعارض منافع میگن، یه چیزی میگن، اونجوری میشه. درست گفتم؟ یه چیزی میگن بله، ولی این شرط وجود نداره که حتما دکتر باشه. یعنی میتونه با فوق لیسانس یا مدرک کارشناسی ارشد هم بره حکمشو بگیره، ولی در طی دانشجویی دکتری میگن که نمیتونن حکم بزنن دروش. حالا کلی حاشیه، ولی خیلی حاشیه داشت. آره منم دیدم مثلا شایعه استعفای دکتر عارف هم اومده بود. بله. بله. حالا به این ربطش میدادن نمیدونم، حالا امیدوارم که به قولی گفتنی اتفاق خوب بیفته برای دولت پزشکیان. ولی سینا قبول کنیم ما یه جورایی نمیدونم به اهداف دولت به اهدافش نرسیده تو این 1 سال خورده گذشته. آره موافقی با من تو این زمینه؟ ببین نمیشه مطلق راجبش حرف زد. خب مشخصا در مورد یه اتفاقایی که قرار بود بیفته و به خاطر اینکه این دولت خیلی زود هنگام و خیلی یهویی اومد سر کار، مثل آب شما که قطع شده یهویی، اینم یهویی مثلا اومد سر کار. آره خب اگر بخوایم منصفانه راجبش حرف بزنیم، خب ببین یه سری چیزا واقعا جلوش گرفته شده. مثلا قانون حجاب، عفاف و حجاب که قرار بود در مجلس رأی بیاره و اجرا بشه، خب با مشخصا با اصرار دولت و مقاومت دولت نرفت مجلس و اجرا نشد، حداقل به مرحله اجرا نرسید. یا اینکه حداقل می‌بینیم که سختگیری‌های اجتماعی توی خیابون‌ها و معابر و اینها توی ماشین‌ها اصلا خب به وضوح کمتر شده. خب ولی خب توی موضوعات دیگه مشخصاً دولت تا امروز شکست خورده. مثلا فیلترینگ. خواستم همینو بگم، خواستم به همین برسم. دقیقاً آفرین، فیلترینگ. چیزی که خودمون داریم باش الان. مثلا ما اگر فیلتر نباشیم، یعنی مثلا شبکه‌های مثل یوتیوب، مثل حالا من اینستاگرام کاری ندارم، مثلا مثل یوتیوب، مثل توییتر، اینا نباشه، فکر میکنم اون حالت چی میگن نظارت رسانه بیشتر هم میشه و این به نفع دولت هم هست. یه جورایی نواقص خودشو میتونه از این طریق هم برطرف کنه. نمیدونم درست گفتم یا نه. خیلی خوب، ایشالله که اتفاق. در مورد رفع فیلتر یوتیوب شنیدم چند وقتی، شاید جالب باشه، نمیتونم خیلی تاییدش بکنم ولی منطقی به نظر میاد. من شنیدم که اینایی که میرن تو یوتیوب ویدیو کست و نمیدونم اینجور چیزا مثل ما دیگه، ما الان تو یوتیوبیم، ما الان داریم در یوتیوب داریم پخش میشیم. خب آره، ولی منظورم ایناست که واقعا ازش به درآمد هنگفت رسیدن از این ویدیو. نه اینو تکذیب میکنم، ما به درآمد هنگفت هنوز نرسیدیم. ما برگشتیم به آپارات دوستان. خیلی خب ما تو آپاراتیم الان. ما به درآمد هنگفت نرسیدیم، ولی من احساس میکنم با حضور این در حقیقت یوتیوب، مثلا من اسم میبرم دیگه، یکی از دوستان نزدیکم امیرحسین مددی، مدیر عامل شنوتو، نقل قول میکرد، میگفت اگر مثلا یوتیوب فیلتر نبود، خود مدیران آپارات به ایشون گفته بودن ما موفق تر بودیم، یعنی میتونستیم بیشتر خودمون رو معرفی کنیم. اونم همینه به منم گفت مثلا اگر به فرض مثال اون تایمی بود که گوگل پلی فیلتر شده بود، میگفت اگر فیلتر نبود شاید ما مثلا میتونستیم تعداد شنونده و تعداد کاربر بیشتری توی شنوتو داشته باشیم. حتما برو نصبش کن اگر دوست داشتی پادکست کتاب صوتی گوش بدی. من که نصبش دارم ولی ممنون که اینو گفتی. ولی من یه چیز دیگه رو می‌خواستم بگم. ببین اینا که خیلی درآمد دارن، یه شبکه مالی عجیب غریبی اونور شکل گرفته توی یوتیوب، یعنی کاربرای ایرانی یوتیوب. خیلی جالبه. میدونستی که اگر رفع فیلتر بشه و اینا بتونن بدون فیلتر شکن و وی پی ان با آی پی ایران دسترسی پیدا کنن به یوتیوب، عملا دیگه درآمدشون از دست میدن، چون دیگه یوتیوب هیچ تبلیغی رو به طور قانونی روی ویدیو اینا نشون نمیده و عملا اون درآمدی که یوتیوب داره بهشون به ازای هر ویو یا به ازای واچ تایمی که دارن بهشون میدن بهشون نمیده.
حالا این آدما شدن یه مافیای عجیب غریب در مقابل اینکه یوتیوب چرا اصلا باید رفت فیلتر بشه. چقدر مافیا داریم و فیلتر شکل. آره ببین ویو یوتیوب هم مافیا داره. خب چقدر خوب. آره به خدا. یعنی ما قبلا میگفتیم به خاطر مثلا مافیای فیلتر شکن و گردش مالی مثلا چند صد همتی در 1-2 سال اخیر این اتفاق نمیفته. حالا این وسط جزیره کوچیک‌تر تولید شده به اسم مثلا مافیای مانیتایز شده یوتیوب فکر کنم مثلا هم چیزی میشه اسمش. یا خدا. بریم خبر بعدی. ولش کن بریم خبر بعدی. بعد یه مافیایی هم اینجا الان دوباره پیدا میشه. بریم خبر بعدی. آره خبر بعدی که خیلی بهش توجه نشد ولی خبر مهمی بود به نظرم. چند روز پیش مراسم ختم خواهر مرحوم آقای محمود احمدی نژاد بود و یه مراسم براش گرفتن توی اون محل خودشون توی نارمک. عکساش اومد بیرون، خیلی عجیب بود کار. من هرچی رفتم نگاه کردم و اینا دیدم از شخصیت‌های سیاسی فقط چند تا عضو کابینه خودش رفتن توی مراسم شرکت کردن. بله. چند تا شخصیت سیاسی فعلی هم بودن، مثلا آقای صالحی بوده، آقای فرزین. آره دکتر فرزین هم من دیدم. آره دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی کنونی. خب بله آلارمی که این عکس میداد به من این بود که این عکس ها در واقع میداد به من این بود که خب یه درساختی وجود داره چند ساله که همه میگن که احمدی نژاد خیلی محبوبه و همچنان بدنی سیاسی و اجتماعی خودش رو بعد 15-16 سال تونسته حفظ بکنه و دیدی که مثلا دم انتخابات همیشه اینو میگن اگه احمدی نژاد مثلا بیاد و تایید صلاحیتش بکنن میتره کنه رئیس جمهور میشه و اینا. ولی خب واقعیت حداقل اینه که با ما شوخی نداره. یعنی چهره اوریان حقیقت توی مراسم واقعا تونستیم ببینیم. کارما. آره شاید از دل خودمون دوتا گفتم ولش کن. خیلی خب بریم حالا ایشالله که بچه محلامون بچه های نارمک برن یه سری بزنن به آقای دکتر دیگه، یه تسلیت هم میگیم. آره ما هم تسلیت میگیم ایشالله دیگه غم هم نبینن انشالله. خب خبر بعدی کاو بنزین. یعنی دو تا چیزی که توی 2 هفته متوالی خیلی داره مردم اذیت میکنه، مسئله بحران آب و بعدش بنزین. خب فکر میکنم تیم اطلاع رسانی دولت به شدت دارن ضعیف عمل میکنن در مورد بنزین. یعنی واقعا این ضعف بی سابقه است. نه اطلاع رسانی درست میشه، هی خبر میاد هی تکذیب میشه، هی تکذیبیه رو تکذیب میکنن دوباره، اصلا نمیان صحبت بکنن با مردم، فقط یه سری حرفای کلی که نه قرار نیست این چه اتفاقی بیفته یا اگر قرار باشه بیفته یه جوری میفته که مردم آسیب نبینن. اینا این حرفای کلی گویی. مردم واقعا نگران شدن. یعنی خب ببین تو هر کاری بکنی نمیتونی خبر رو بایستونی. یعنی ما توی بچهای خبر مصطلح این عبارت توشون، یعنی خبر نمیسته. وقتی که خبر داره در جریانه به نظر میاد اقدام خیلی درست میتونن بکنن و کاملا شفاف بیان اعلام بکنن به مردم، یا یه قولی بدن که بشه بعداً ارزیابی کرد این قول رو، یا خیلی رو راست با مردم صحبت بکنن. و همین امروز یا همین دیروز فکر بکنم وزیر نفت اومد اعلام کرد که بنزین سوپر قراره که قیمتش افزایش پیدا بکنه، 65,000 تومان عرضه شده. این احتمالاً اگه بیاد توی ایستگاه ها یا توی پایانه های سوخت بخواد عرضه بشه با یه قیمتی بالاتر احتمالاً عرضه میشه. یعنی قیمت فعلا سوپر افزایش پیدا میکنه، قیمت کلی رو افزایش نمیدن دیگه، درسته؟ نه فعلا سوپر. بله فعلا سوپر. ولی خب این هم جای نگرانی داره وقتی با هم افزایش پیدا نمیکنه. این اختلاف قیمت خودش بستر رانت و فساد رو ایجاد میکنه. شما خودت استادی. آره دقیقاً. خواستم به این بگم که دیگه حالا خودت گفتی، حالا بعداً حتما دعوت میکنم از 1-2 کارشناس که بیان راجع به این موضوع صحبت کنن. ولی من احساس میکنم که همون حالا یه چیزی راجع به شورای اطلاع رسانی گفتی، 2 خبرم بیرون اومده بود که آقای دکتر فیاض زاهد و آقای دکتر محمد مهاجری فکر میکنم از شورای اطلاع رسانی دولت استعفا کردن. اونم همون راجع به خبر اول بود دیگه، درسته؟ یعنی با توجه به اون انتصابی که اتفاق افتاده اینا رفتن، یا این ضعف عمل کردی که توی شورای اطلاع رسانی دولت هست؟ واقعیتش من فکر میکنم هر دو. ولی خب ببین خودت میدونی یه اتفاقای 1 سال احتمالاً اینا با یه جریانی توی اون شورا مواجه بودن که یک بهونه
انتصاب سرقاب اصفهانی بهونه رو داده دستشون که بتونن به راحتی بیان بیرون. وگرنه فکر نمی‌کنم این دوتا شخصیت‌های بسیار مهم، وزین و صبوری هستن. فکر نمی‌کنم به خاطر یه انتصاب مثلا بخوان همچین اتفاقی بیفته. خیلی من یه پیشنهادم میدم به دوستان شورای اطلاع رسانی دولت که آقا با مردم حرف بزنید. اگر قرار بنزین و افزایش قیمت بدید بیایید بگید، مردم رو نذارید توی در حقیقت یه اتفاق، یک عمل انجام شده. اون کاری که توی جنگ تحمیلی 12 روزه اتفاق افتاد، مثلا پیام احمد نیا میومد توی کلاب هاوس، میومد توی اسپیس توییتر با مردم حرف میزد و مثلا خیلی راحت مردم میشستن ارتباط میگرفتن. مثلا یارو میگفت که آقا بانک‌ها تعطیل، چکای ما داره برگشت میخوره. مثلا اینو پیام منتقل کرد به حالا مدیران بانک مرکزی. یه اتفاقایی افتاد، مثلا راجع به اقساط وام ها مثلا یه کارایی کردن. وقتی با مردم حرف بزنیم فکر میکنم نتایج بهتری هم گرفته میشه. حالا تا قبل از اینکه افزایش بدین یا حالا کاهش بدین یا حالا هر کاری میخواین بکنین، بیاین با مردم رو راست صحبت کنین. بگین آقا ما مثلا داریم الان بنزین و لیتری 3000 تومان میفروشیم، ولی آب معدنی مثلا 1.5 لیترش 10,000 15,000 تومانه مثلا، یا 17,000 تومانه و اصلا این چی میگن قابل قیاس نیست با هم دیگه. اگر افزایش پیدا کنه این اتفاق میفته، اگر کاهش پیدا مثلا همین بمونه اینقدر ضرر میکنیم، سوخت قاچاق میشه. کامل برای مردم توضیح بدین و فکر میکنم اتفاقای بهتری هم اینجوری بیفته. بریم خبر بعدی اگه موافقی. خیلی راجع به بنزین حرف زدیم. آره حتما. ولی من یه ترسی دارم که الان مسئول کسی که بنزین رو بخواد گرون بکنم این آقای سقاف اصفهان. امیدوارم این حرفایی که در مورد مدرک تحصیلیش هست حداقل درست از آب در نیاد. حالا ایشالله خودشون میان راجبش صحبت میکنن. ببینیم بریم خبر بعدی. خبر بعدی خبر مذاکره است. دوباره واقعا خسته شدم، یعنی واقعا من خودم خجالت میکشم از اینکه بخوام در مورد این مسئله حرف بزنم. واقعا این مذاکره انگار تبدیل شده به سرگرمی بین مسئولین ایران و آمریکا. دیپلمات‌های دو طرف ترتیب سرگرمی مثلا 20 روزی یه بار. بدبختی اینه اون یارو ترامپ زبان آدمیزاد آدم حالیش نیست. هر دفعه یه چیزی داره میگه. هر دفعه ما فکر کنم این بن سلمان انتخاب یه چیزی نوشته بود راجع به بن سلمان، حالا من نمیدونم صحت داره یا نه، که نامه پزشکیان رو برداشته برده مثلا اونجا. بعد اینم مثلا فکر میکنه سری میاد میگه ایرانی‌ها دارن با ما مذاکره میکنن. این مثل که یه پیامی داده آقا ما نمیخوایم رویارویی کنیم، مثلا بیا بشیم با هم حرف بزنیم. این میاد میگه ما داریم مذاکره میکنیم. یعنی مثلا نامه پزشکیان رو 2 خط جلوتر میخونه. یه چیزی هست این مثل اون فیلمه بود که روزنامه فردا میرسید دستش. اینم فکر کنم این شکلی شده داستان این ترامپ. خب آره این خبرها میاد بیرون و دیگه میدونی که این یه صحبت هم که در مورد مذاکره میشه، مطبوعات ایران 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول میگن ای بابا شما خسته کردید قبض گراهای قبض گدای قبض زده که فلان و فلان. یه دسته هم که بسیار خوشبینانه نگاه میکنن میگن بله بالاخره داره یه کارایی میشه و مذاکره نزدیک از و اینا. این وسط تورم 30% هفتگی داره اعمال میشه، جنسا دارن گرون میشن، مردم دارن خسته تر میشن، همه چی داره بدتر میشه، ذخایر ارزی کمتر میشه. میدونی هی وسط کش و قوس این خبرها یه اتفاقی میفته که خب دودش میره تو چشم مردم. امیدوارم که آقای خامنه‌ای چند وقت پیش حرف خیلی درستی زد، گفت آقا این وضعیت تعلیق از وضعیت جنگ بدتره. یعنی کاش واقعا یه کاری بکنن که این وضعیت تعلیق در بیاد مملکت. زمان برجام اینو گفت درست. آره موافقم با حرفی که میزنی. خب خبر دیگه مونده یا باز مذاکره کنیم با هم دیگه؟ چیکار کنیم؟ یه خبر مهمی فکر کنم تو داری ولی آره من گفتم اصلا قبل از اینکه شما بیای روی خط خبر رو دادم. آره 4 ماه بابا میشیم ان شاء الله. فکر کنم می‌خواستی اینو بگی. آره خبر قبل از اینکه بیایم شما بیای روی خط با شنونده‌ها و بیننده‌های خوبمون در میون گذاشتیم و علت غیبت در حقیقت 3-4 ماه هم بود که یه ماهش به خاطر جنگ بود، 2 ماهش هم به خاطر ماهای عزاداری محرم و صفر بود، 1-2 ماهش هم به خاطر همین داستانی بود که ما کمی درگیری داشتیم و دیگه حالا خدا رو شکر کاویان 4 روز دیگه، امروز 1 آذر ماه، کاویان 4 آذر به دنیا میاد.
اینم یه خبر خوب، خبر خوب برای من و نویسنده خوب. قربونت برم. سینا یه چیزی راجع به تیم ملی هم نگفتی، یعنی خبر ورزشی رو ببینم، خبرنگار ورزشی نیستی، پیگیری هم نمی‌کنی. البته فقط مثلا پرسپولیس میبره میای خبر میگی، نمیدونم چجوری. من یه غیر ورزشی غیر فوتبالی. آره ولی پرسپولیسی ام. خب بله. ولی من استقلالی ام. حالا عرضم به حضورت که یه اتفاقایی توی در حقیقت این اردوی امارات افتاده راجع به ضربات پنالتی. حالا این که مثلا کاپیتان تیم آدم‌ها رو چیده و خود طارمی هم یه حرفایی زده، رسانه ها دارن یه کمی شلوغش میکنن که قلعه‌نویی خداحافظی کنه، درسته؟ برخورد کردی با کنم همین اتفاق داره میفته. بله. به نفع خودش و تیم ملی هم هست. من از همین تریبون میگم، حالا به عنوان یک کسی که فوتبال نگاه میکنه، به نفع خودش و تیم ملی هم هست که سریع خداحافظی کنه، وگرنه وای به حالمونه. من از بچهای ورزشی خبرنگار خیلی شنیدم این رو که واقعا این چند وقتی که قلعه‌نویی توی تیم ملی هستن واقعا چند وقت مطلوب و درست حسابی مثل که نبوده. آها آره دیگه نتایجش معلومه دیگه. قدم با ازبکستان بازی کرده بنده خدا که دیگه گیر کرده، نمیدونم چی. خیلی خوب با چی تموم کنیم؟ بذار بگم داریوش. بگو خودت بگو. آفرین. نه آفرین نداره طبیعی. الان مخاطبای ما همه میدونن داریوش مثلا بوی گندم، همیشه هم بوی گندمه، نه یه چیز دیگه هم میگه جدیدن. چیه این دفعه داریوش با آقا داریوش؟ آقا داریوش چی؟ سال 2000 این اثر سال 1976 خونده شده و نوشته شده و یعنی 24 سال قبل از سال 2000 داره سال 2000 رو توصیف میکنه. الان خیلی جالبه 26 سال 25 سال بعد از سال 2000 هم صادقه. یعنی این اثر 1976 رکورد شده. من اول دبیرستان بودم اینو گوش کردم، سال 1376 اگه درست دارم میگم فکر کنم. آره ببین این سال 1976 خونده شده و ریلیز شده. سال 2000 یه آلبومی جمع شده به اسم سال 2000 که این اثر دوباره رفته تو اون آلبوم بعد چند سال. به خاطر همونه که من اونجا مشاهده. جالب. مثلا سال 2000 24 سال قبل اردلان سرافرازه، درست میگم؟ بله. خب بله. آقای شما داریوش اینو پیش بینی کردن که سال 2000 چه اتفاقاتی میفته. خیلی عالی. کلام پایانی شما ورژن لایوش رو اگه بذاری خیلی ممنونت میشم. خب بچه‌ها آقا ورژن لایوش رو بذارین، ورژن لایوش رو دوست داره. اونجا که میخوای صحبت‌های داریوش پخش بشه اونو میخوای؟ نه فقط ورژن لایوش که داره. خب ورژن لایوش که همه باهاش میخونن و میخواد. خیلی خب چشم میذاریم. خیلی خب پیامی صحبتی چیزی نداری؟ امیدوارم که هفته خیلی خوبی پیش روتون باشه. امیدوارم که حداقل بتونید بخندید و بارون رو ببینید. بخندید و بارون رو ببینید. بسیار امیدوارم بتونید منبع آب و پمپ برای خونه هاتون تعبیه بکنید، چون بعید میدونن که بارون رو ببینید. نه آقا اینقدر ناامید نباش، انشالله بارون میاد و باران جواب خداست. خیلی خب همراه با لبخند زیبای سینا جهانی و صدای ماندگار داریوش اقبالی برنامه امروز رو ادامه میدیم. سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه تفسیر صفر، ذهن ماشین های سر، معنای عشق و احتیاط روی نوار حافظه، یعنی یه درد بی علاج. سال به بنبست رسیدن، پنجه به دیوار کشیدن، از معنویت گم شدن،
من به غریزه بخشیدن. قبیله یعنی یه نفر، هم خونی معنا نداره، هم بستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، پاییز تلخ و بی‌بهار، سال سیاه 2000. امروز میخوام از چیزی حرف بزنم که شاید از هوا هم بیشتر اطرافمون رو گرفته، اما نه رنگش معلومه، نه بو داره، نه هشدار براش نصب کردیم، یعنی نوتیفیکیشن هشدار نداره. یه چیزیه که به صورت نامرئی هر روز مغزمون رو اشغال میکنه. آلودگی اطلاعاتی. ما همیشه فکر میکردیم آلودگی یعنی دود ماشینا، همین هوای آلوده تهران، گرد و غبار خوزستان مثلا، یا آلودگی صوتی. اما یه چیز دیگه هم هست، یه نوع آلودگی که صدا نداره، بو نداره، نامرئیه و همه رو خسته میکنه، واقعیت ها رو قاطی خیال میکنه و کم کم توان فکر کردن رو ازمون میگیره. داستان از کجا شروع میشه؟ از وقتی که تو دستمون گوشی هوشمند دادن، از وقتی که اسمارت فون دستمون گرفتیم و دستمون پر شد از شبکه‌های اجتماعی، از گوشی‌هایی که هر ثانیه یه چیز جدید دارن بهمون نشون میده، از وقتی هر خبری قبل از اینکه واقعیتش مشخص بشه 1000 بار توی شبکه‌های اجتماعی چرخید، از وقتی که آدم‌ها بیشتر دنبال اولین بودن تا درست بودن. امروز فقط هوا نیست که آلوده است، ذهن ما هم یه جورایی خیلی وقت آلوده شده. یه کمی فکر کنید، زودی برمیگردم. بذارید از خودمون بپرسیم صبحها اولین کاری که میکنیم چیه؟ بیدار نشده میگردیم دنبال گوشیمون. درست گفتم دیگه؟ دقیقاً. قبل از اینکه چشمون کامل باز بشه یه عالمه خبر، تحلیل، فیلم، دعوا، ناسزا، ترس، امید، خیلی جنگ داره میشه، فلان میشه، همه با هم میریزن توی مغزمون. این یعنی چی؟ یعنی مغز ما فرصت گرم کردن هم نداره، مستقیم میره وسط تشک، وسط جهنم اطلاعات. و ما یه روزی منتظر تلویزیون بودیم، منتظر روزنامه بودیم یا رادیو میخواستیم بشنویم تا بفهمیم که دنیا چی شده، الان چه خبره. اما دنیا قبل از این که بفهمیم ما بیدار شدیم، یعنی بفهمه ما بیدار شدیم، خودش رو ریخته رو سرمون و این هجوم اطلاعاتی کم کم ما رو دوچار یه بیماری کرده به اسم خستگی تصمیم. تصمیم میگیری چی بخونی، چی باور کنی، چی رد کنی، چی رو نادیده بگیری. این همه انتخاب آدم رو خسته میکنه. این خستگی انرژی لازم برای فکر کردن رو از بین میبره. تازه درد اصلی اینجاست. بین این همه اطلاعات که خیلی هاشم دروغه، خیلی هاشم ساخته شده برای اینکه احساسات ما رو تکون بده، خیلی هاشم ما رو میترسونه، عصبانی میکنه، ناامید میکنه و غیره. چرا؟ چون اطلاعات توی این دوره یه جور اسلحه هست. هر کی ازش استفاده میکنه تا ببره، تا دیده بشه، تا تأثیر بذاره. ما زندگیمون شده صفحه‌ای که همیشه رفرش میشه، هی میکشیم پایین، این بچرخه، مثلا اکسپلور جدید، نمیدونم توییت های جدید، پست های جدید. قبل از اینکه چیزی رو حذف کنیم خبر بعدی میاد، یعنی خبری رو بخوایم حذف کنیم خبر بعدی میاد. قبل اینکه بفهمیم چی شده یه اتفاق جدید توی صورتمون پرت میشه و کم کم به نقطه خطرناک میرسیم. بی‌حسی دیگه، هیچی تعجبمون رو بر نمی انگیزه، یعنی متعجب نمیشیم، هیچی شوکمون نمیکنه، هیچی عمیق نمیشه،
چون ذهن ما از شدت اطلاعات منفجر شده و دیگه جایی برای پردازش نداره. رفقا، زندگی توی این عصر یه مهارت جدید لازم داره. مهارت انتخاب، مهارت اینکه چی رو ببینیم و چی رو نبینیم، چی رو باور کنیم و چی رو نه، کجا وایسیم و بگیم بس زدی. این یکی دیگه ارزش ذهنی ما رو نداره. یعنی میخوام بگم این جمله رو باید با خودمون تکرار کنیم. این یکی دیگه ارزش انرژی ذهن منو نداره. ذهن ما مثل یه اتاقه. اگه هر کسی هر چی دلش خواست بریزه توش، دیگه جایی برای چیزهای مهم باقی نمیمونه. گاهی لازمه در اتاق رو ببندیم، چند ساعت گوشی رو بذاریم کنار، به خودمون این اجازه رو بدیم که نفس بکشیم. ما نیاز داریم کم کم برگردیم به آرامش‌های کوچیکی که از بین رفتن. یه لیوان چای بدون رفت و برگشت در اینستاگرام، یه پیاده روی خیلی ساده بدون چک کردن پیام ها، یعنی فقط بریم راه بریم، یه گفتگوی 2 نفره بدون اینکه هر 2 نفر نیم ساعت یه بار نرن توی گوشی، نیم ساعت چی، هر 5 دقیقه یه بار نرن توی گوشیشون، سراغ گوشیشون رو نگیرن. ما نمیتونیم جلوی اطلاعات رو بگیریم، دنیا همینی که هست، اما میتونیم جلوی ورود بی حسابش رو بگیریم. میتونیم مغزمون رو از این آلودگی پاکتر کنیم و یه جورایی مراقبش باشیم. آخر سر بذارید اینو بگم، دنیا اونقدر که صفحه های مجازی نشونمون میدن آخر و زمانی نیست. ما فقط زیادی در معرض اطلاعاتیم، زیادی میشنویم، زیادی میبینیم، زیادی مقایسه میکنیم و زیادی میترسیم. گاهی باید از این هیاهو فاصله گرفت تا دوباره بتونیم خودمون رو بشنویم. همین هم میشه سرمشق برای تمرین خوب بودن امروز. روزی 1 ساعت از شبکه‌های اجتماعی فاصله میگیریم و هر روز این 1 ساعت رو توسعه میدیم، یعنی روز دوم میشه 2 ساعت و امیدوارم که این اتفاق خوب برای هممون بیفته. با لبخندی که میزنید برنامه امروز رو ادامه میدیم. دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی، این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی، یه عمری باهاتم، عاشق یک نگاهم، میونه صد عاشق در به در و فداتم، تو نور این چشامی، خنده رو لبانی، دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو باهامی. بی نهایت تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت، تو وقتی محبت دادی به عشقم عادت، رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت، رنگ چشات اصل، طعم لبت اصل، اسمت که شیرینه اونم بذار اصل، رنگ چشات اصل، طعم لبت اصل، اسمت که شیرینه اونم بذار اصل. توی بخش من یار مهربانم امروز میخوام از کتابی بگم که هم جدیه هم بامزه است، هم دقیقاً از دل زندگی ما ایرانی ها بیرون اومده. کتاب نفحات نفت نوشته استاد رضا امیرخانی. آقای امیرخانی توی این کتاب میره سراغ یکی از عجیبترین بخش‌های زندگی ما، فرهنگ اداری و نفت زده ایران، از اتاقهای بایگانی که کاغذاش تموم شدنی نیست تا کارمندهایی که بین بخشنامه‌ها و امضاها گم میشن، تا پروژه‌هایی که روی کاغذ انجام میشن ولی توی واقعیت هیچ وقت دیده نمیشن. این کتاب نه فقط نقده، یه جور آینه است، آینه‌ای که به خوبی نشون میده چرا سیستم اداری ما انقدر فرسوده است و چرا آدم‌ها توش خسته میشن. لحنش ساده است
طنزش دقیقه و مثالهاش همش از همین زندگی روزمره ما ایرانی هاست. اگه دوست دارید بفهمید نفت چطور وارد ریزترین جزئیات فرهنگ ما شده و چرا گاهی کار کردن توی این سیستم بیشتر شبیه دویدن توی ماسه هاست، نفحات نفت یکی از بهترین کتاب‌هایی که میتونید انتخاب کنید و بخونید. حتما از تجربیات خوندن این کتاب برای ما بنویسید. اینم از کتاب امروز. سپاس از اینکه با من همراه هستین. با لبخندی که میزنید رادیو صبحانه امروز رو ادامه میدید. تشکر میکنم از رفقایی که با رادیو صبحانه امروز همراه بودن و با اشتراک گذاشتن این برنامه سبب اتفاقای خوب میشن. 0920 250 50 تنها پل ارتباطی ما با شما خوبانه که در همه پیام رسانها با نام کاربری رادیو صبحانه فعال و پذیرای شما خوبانه. با نظرها و پیشنهادهای خوب خودتون چراغ راهنمای ما باشید در تولید این برنامه. و اما ترانه پایانی امروز که داستان داره. داستان از این قراره که من در جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل علیه سرزمینمون ایران یه چند شبی تنها بودم و شروع میکردم به موسیقی گوش کردن. این ترانه‌ای که گوش میکردم و قررش پدافند میومد حالمو یه جوری نگران میکرد. جنگ تموم شد و این ترانه رو برای نویسنده برنامه‌مون گذاشتم و براش توضیح دادم که من اون 2 شبی که تنها بودم در جنگ اینو گوش میکردم. یه بار خانم رحیمی داخل پرانتز یا بهتره بگم مامان کاویان گفت که کاوه تکون خورد. من گفتم چی؟ گفت نینی توی پهلوی من تکون خورد. و این شد که آقای کاویان رحیمی صادق با این ترانه که امروز پخش میشه اولین تکون رو توی دل مامانش خورد و هر بار که ما اینو پخش میکردیم جناب کاویان رحیمی صادق بی بهانه خوشحال میشدن و سلیقه موسیقیایی خودشون رو به رخ ما میکشیدن. بنابراین ترانه پایانی امروز رو تقدیم میکنم به کاویان و همه متولدین آذر ماه. تقدیم با عشق به همه شما خوبان همیشه همراه. تا شنبه 8 آذر ماه که دوباره بر میگردم، البته به شرط زنده بودن و نفس کشیدن. مراقب خودتون، خوبیهاتون و بغل دستیهاتون هم باشید که انشاءالله خبرهای خوبم در راهه. خانم ها آقایان، اولین روز آخرین ماه پاییز 1404 آباد. این شما و عالی جناب سیاوش قمیشی. پشت قاب شیشه پنجره‌ای که شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره. پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهایی خیش، از پس شیشه تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید
و قشنگترین شبای پر ستاره شب توست. تن من پاره از آن تن توست و قشنگترین شبای پر ستاره شب توست. روزگارتون آروم، روزیتون افزون و شادیتون برقرار در پناه با وفاترین یار. به امید دیدار. پشت قاب شیشه پنجره‌ای که شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره. پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو می اندیشم، نه به تنهایی خیش از پس شیش تو را می بینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو می گیرم و تو را می خوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم راه می مانم. تن من پاره از آن تن توست و قشنگ